سلام. فارسی رو با ما بهتر یاد بگیرید به کمک داستان‌های خواندنی، دیدنی و شنیدنی تا بهتر صحبت کنید. این بار یک داستان رو از سرزمین آفریقا انتخاب کردیم به نام درختان صلح. حتما درختان صلح رو بخونید و بشنوید و ببینید و لذت ببرید. ولی نظراتتون رو برای ما بنویسین، هم برای انتخاب داستان خوب و هم تولید محتوای بهتر. ممنونم که همراهمونید. درختان صلح، نویسنده ژنس وینتر. داستان واقعی از آفریقا. زمین برهوت بود. میخواستم دوباره سرسبزش کنم. وانگاری، ماتای، علامت گره زدن روسری است. وانگاری زیر چتر درختان سرسبز در سایه کوه کنیا زندگی میکرد. وقتی با مادرش به جنگل میرفت تا برای غذا پختن هیزم جمع کند، پرندگان را تماشا میکرد. او کمک میکرد تا از زمین کشاورزی حاصلخیزشان سیب زمینی، نیشکر و ذرت برداشت کنند. وانگاری دانش آموز درخشانی بود. وقتی مثل درختان جنگل‌های کنیا قد کشید و بزرگ شد، برای تحصیل در آمریکا بورسیه گرفت. 6 سال بعد تحصیلش تمام شد و به وطنش کنیا بازگشت. اما با یک تغییر بزرگ روبرو شد که بهت زده‌اش کرد. چه اتفاقی افتاده؟ درختان چه شده‌اند؟ هزاران درخت را بریده بودند تا به جایشان ساختمان بسازند، بی آنکه درختان جدیدی بکارند. وانگاری اشک میریخت و با حیرت میپرسید آیا کنیا به بیابان تبدیل میشود؟ وانگاری به آن سرزمین بی آب و علف فکر کرد و با خودش گفت من میتوانم در حیاط خانه‌مان به جای آن درخت‌های قطع شده درختان جدیدی بکارم. در هر قدم یک درخت. معنی واژه‌ها: صلح یعنی دوستی، آرامش، نجنگیدن. برهوت جای گرم و بی آب و علف، صحرا، بیابان. چتر درختان، سایه درختان. زمین کشاورزی حاصلخیز، زمینی که محصول آن خیلی خوب و زیاد است. نیشکر، گیاهی که از آن شکر درست می‌کنند. ذرت، بلال. بورسیه یعنی در کشوری دیگر رایگان درس خواندن. بهت زده، حیرت زده، از دیدن چیزی تعجب زیاد کردن.